عبور نمی کنی. زندگی کردن با حس رفتن و ترک کردن و جا گذاشتن خیلی دردناکه، حتی اگه همون موقع دردش رو احساس نکنی. با درد زندگی کردن رو خیلی ها هیچ وقت درکش نمی کنن. نه از این رو که هرگز احساسش نکردن، از این رو که در آن غرق هستن. مثل اینکه از دریا فراتر بروی، مثل اینکه از اقیانوس عمیق‌تر بشوی. دریا بودن معنایی از درد دریا بودن ندارد. در کالبد درد نمیتوان درد شد، نمیتوان درد را معنا کرد، حتی نمیتوان به زندگی بازگشت، چون تو هرگز درک نکرده ای که درد عمق معنای توست. بعد از هر درد یک زایش اتفاق می افتد و پس از درد رهایی است. کسی که اجازه زایش به خود نمی دهد بی امان درد می کشد از بچه‌ای که در درونش می میرد و هرگز به دنیا نمی آید. و پس از آن درد سخت امانش را می برد. انقدر که انسان‌ها نمی توانند به خود بگویند چطور می شود درد را لمس نکرد. وقتی که در آن غرق باشی، وقتی که در درد غرق باشی، همه چیز رنگ دیگری است. حتی می توان در درد موفق شد، پیروز شد، مورد افتخار قرار گرفت. حتی می توان ثابت کرد که دیگر چیزی برای از دست دادن نیست. می توان تنها به یک چیز فکر کرد. می توان فقط رو به جلو حرکت کرد و درد کشید و درد را احساس نکرد و مدهوش رنگ و لعاب موفقیت و پیروزی شد. زندگی خیلی زیاد پیچیده است. من از درون تونل‌های مختلفی عبور کردم. من از درون عشق بیرون رفتم و متولد شدم. من از درون مذهب عبور کردم. من از درون پیروزی عبور کردم. از درون رابطه، از درون غرور، از درون حسادت. من میتوانم ساعتها درباره حسادت حرف بزنم، چون آن را با تمام احساسم لمسش کردم. اصلاً مگر می شود حسادت را لمس نکرد و همچنان آدم بود؟ حسادت قوی ترین نیرویی است که جان می بخشد و می میراند. حسادت تنها نیرویی است که باعث شده جهان هر روز پیشرفت کند و ساعتها می توان در مدح حسادت حرف زد و از آن دفاع کرد. همه چیز در این زندگی رنگ و بوی عبور دارد و اشتباه آدمی از ابتدا زمانی بود که فکر کرد باید یک جانشین شود. کوچ و مهاجرت و عبور چیزی است که انسان باید تنها و تنها به آن تکیه می کرد، اما با یک جا نشستن فکر کرد می تواند از ترسهایش فرار کند. از ترس روبرو شدن با بادها و طوفان‌های مهیب، از ترس روبرو شدن با باران‌ها و برف‌ها، از ترس روبرو شدن با حیوانات وحشی و انسان، عبور کردن را به فراموشی سپرد. عبور کردن از دل هر چیزی به انسان نشان می‌دهد که هیچ چیز خدا نیست. هیچ چیز باعث نمی‌شود تو به آن ایمان بیاوری. هیچ چیز جدی نیست و همه چیز اوجی دارد و همه چیز افولی دارد و هیچ چیز آنقدر مهم نیست که نشود آن را تجربه کرد و نشود آن را خواست و نشود آن را مزه کرد. ما حتی می توانیم خودمان را گول بزنیم، می توانیم بایستیم و از کارهایی که انجام دادیم لذت ببریم. ما حتی می توانیم به خودمان بگوییم همه چیز یک رنگ است، آسمان همه جا آبی است و با این حرفها ترسهایمان را پشت دروغهایمان پنهان کنیم و دیگر به خودمان اجازه عبور کردن ندهیم. اما این دنیا فراخ است و تمام نشدنی، لااقل از اندازه عمر ما بلندتر و وسیع‌تر. هر انسانی مگر چند تا تجربه در زندگیش خواهد داشت؟ مگر چند کوه را فتح خواهد کرد؟ مگر چند ملت را خواهد دید؟ مگر چند تمدن را زندگی خواهد کرد؟ دنیا دست نخورده باقی ماند، چون ما تصمیم گرفتیم پشت دروغ‌هایمان، پشت ترس‌هایمان پنهان شویم و دیگر برای کشف آن تلاشی نکنیم. ما دیگر نخواستیم دنیا را بیش از چیزی که هست کشف کنیم. شاید هرگز آمریکایی وجود نداشت اگر کریستوف کلمب تصمیم نمی گرفت به دریا بزند، اگر تصمیم نمی گرفت جهان را کند و کاو کند و بیشتر ببیند. قاره‌ای جدید که انسان‌های جهان، انسان‌هایی که عبور کردن بلد بودند، تصمیم گرفتند برخیزند و دست به کار شوند و دنیای جدیدتری را خلق کنند. تصمیم به از نو ساختن، تصمیم به ابراز خود گرفتن، آنچنان که دوست داشتند.
زندگی باید به نهایت عبور می کرد. زندگی باید خودش را به دنیا ثابت می کرد وقتی زندگی بیشتر از اینها می توانست بسازد. زندگی عشق را با عبور کردن به ما می آموزد. عبور کردن از هر آنچه غیر از عشق است و در ما ریشه دارد. عبور کردن از خود. درد باید به زایش بیانجامد. باید بتواند از ما عبور کند و به زایش ختم شود. زایش یک خرد، زایش یک تفکر، زایش یک اندیشه، زایش یک تحول. وگرنه آنچه باید تولد می‌یافت در درون تو می‌میرد و دردی جانکاه تو را فرا می‌گیرد و زندگی با مرگ خودخواسته عجیب دشمنی دارد. مرگ زود هنگامی که اجازه تولد حتی نیافته دشمنترین است به زندگی. درد را می توان حس نکرد، نه به این دلیل که همه چیز خوب است. درد را می توان حس نکرد تنها به این دلیل که هیچ چیز خوب نیست. وقتی درون درد غرق باشی هیچ چیز خارج از درد حتی لذت بخش نیست. مثل این که به ماهی بگویی خشکی جای قشنگی است. ماهی تنها چیزی که می‌داند این است: خارج از آب می‌میرم. در درون درد می‌توان لذت‌ها را کشف کرد، می‌توان عشق ورزید، می‌توان موفق شد، می‌توان ثروتمند شد، می‌توان زندگی کرد و مرد. رهایی اما معنای وسیعی است که بعد از عبور از درد می‌توان آن را چشید، مزه کرد و در آن زندگی کرد. وقتی اجازه ندهیم هیچ چیز از ما زاده شود، انگار که درد را بغل گرفته ایم و با پیچش آن زندگی می کنیم و تجربه های با درد را عزیز می شماریم و اینجاست که هرگز جهان خشکی را، جهان رهایی را درک نخواهیم کرد. زندگی با ما عجیب سر ناسازگاری خواهد داشت. عجیب از ما نخواهد گذشت. عجیب ما را سرزنش خواهد کرد اگر جهان را بدون زایش ترک کنیم. زایش را باید تمرین کرد. باردار بودن زمان خودش را دارد. ما به این دنیا آمده ایم تا از خود متولد کنیم. همه چیز ساخته شده تا زایش اتفاق بیفتد. یعنی تولید مثل. نه به این دلیل که فقط انسان اضافه کنیم، بلکه به ما بگوید این جهان بر مبنای زایش زندگی می کند. مگر جهان بیکار است میلیاردها انسان را روی خودش تحمل کند؟ میلیاردها انسانی که فقط نفس میکشند، میخورند و میخوابند. دنیا نیاز به زایش دارد برای اینکه بتواند عبور کند، برای اینکه بتواند حتی لحظه ای نایستد. جهان برای نایستادن رنگ عوض می کند، فصل عوض می کند و ما تصمیم گرفتیم بایستیم و عبور نکنیم. رشد و رها شدن و تکامل یافتن چیزی است که انسان برای آن پا به این جهان گذاشت و تنها چیزی که عایدش شد ترافیک جمعیتی که زاییدن بلد نبودند و به درد بارور ماندن و مرگ خودخواسته معتاد شدند و جهان را دست نخورده باقی گذاشتند و درد شد میراث ما. میراثی که سالهاست با آن متولد میشویم و با آن زندگی میکنیم و هرگز نمیفهمیم که باید از آن عبور کنیم و میراثمان را جا بگذاریم و میراثهای جدیدی بسازیم و میراث بهتری به جهان ارائه کنیم. برای همین هنوز میراث میلیون سالی خود را تغییر ندادیم. مگر به این جهان نمی آییم و نوزاد جدید متولد نمی کنیم تا ژنتیک را تغییر دهیم؟ پس چرا هنوز میراث درد، میراث میلیون سال پیش ما همراه ماست؟ عبور نمی کنیم.